حالتون چطوره؟ امروز توی خونمون تنها از صبح، الان ساعت 1 ظهره، البته 1:20 ظهره و من از زمانی که پا شدم یه درس علوم خوندم از 3 درس و شنبه، امروز 5 شنبه است دیگه، شنبه امتحان لیسنینگ دارم، لیسنینگ زبان و یکم که امتحان علوم دارم. توی ولاگ قبلی هم گفته بودم و آره دیگه الان میخوام که برم لیسنینگ زبانم یه کوچولو تمرین کنم و اون یک فصل علوم واقعا خیلی زمان زیادی رو از من گرفت ولی چه کرد. آره دیگه الان میگه میرم زبانم رو برمیدارم و میام. چیک نویس، دفتر زبان و پرت میکنیم اینجا. نه از جامدادیمون که این رو پرت میکنیم و میرم شروع میکنیم برای خوندن زبان. این چیز بگم بهتون، تنها درسایی که من دوستشون دارم یکی ریاضیه، نمیدونم شاید واقعا میتونم مسئله ها رو اینا رو حل کنم، شاید دوستش دارم. علومم حالا یه کوچولو دوست دارم، یه کوچولو خیلی ریز، اما یه نم زبان، عاشق زبان انگلیسی ام و خیلی دوست دارم زبانو. از فارسی متنفرم، از اجتماعی متنفرم. بعد کدوم درس دیگه حالا هدیه و عربی و اینا هم دوست دارم ولی اون فارسی و اجتماعی متنفرم از همشون. و چه ولاگ قبلی هم نشون داده بودم که چقدر از اجتماعی من متنفر بودم. اجتماعی هم با اینکه بدم میاد ولی همیشه 20 میگیرم یا 19 میگیرم یا 20 میگیرم با اینکه بدم میاد، ولی نمیدونم چرا همیشه من فارسی و تر میزنم. میخونم به خدا توی خونه خیلی میخونم، از صبح تا شب فارسی میخونم. حتی یک بار ما امتحان ریاضی و فارسی داشتیم دیگه، من ریاضی رو گذاشتم کنار، گفتم باید فارسی رو بشینم بخونم ولی متاسفانه رفتم و دوباره خراب کردم. البته هنوز نمرات رو نداده ولی خب خراب کردم. نمیدونم از سوالاییه که معلم میده یا از افکارات منه، اصلا نمیدونم. یکم گفتم که باهاتون درد و دل کنم، شما هم نظر بدید، بگید که من میتونم چیکار بکنم که فارسی و حداقل بهتر به امتحانش رو بدم. من که میان ترم فارسی ترم اول کامل گرفته بودم، شاید هم نمیدونم معلم توی امتحانای کلاسی سوالایی که میده سخته، نمیدونم. یکم اینو بهتون نگفتم، اونم این که من کلا دیگه یه روز فرصت دارم دیگه، یه دونه امروز یه دونه فردا. کلا زبانم 8 درسه، 4 درسشو امروز میخونم، 4 درسشو فردا، به علاوه اون متن و اینا که امتحان لیسنینگ دارم اگه جای خالی از اونو بده بتونم بنویسم. ولی الان فعلا میخوام لغت‌های 4 درس اولم بخونم و فکر کنم که زودتر تمومشون کنم، چون که در طول ترم حالا من خیلی خوندم این زبان و اینا رو، یعنی من همه درسامو در طول ترم خوندم ولی همیشه نمیدونم توی فارسی من انگاری یه چیزی مثلا کم میخونم، همیشه هم که چرت ترین چیزا اشغال دارم. مثلا چی؟ تاریخ ادبیات، مثلا کتابای شاعران اینا رو همیشه غلط مینویسم، یا مثلا نمیدونم یه چیزی رو مثلا اشتباه مینویسم، مثلا کلا چیزای چرت و پرت غلط مینویسم توی فارسی. class blackboard
من این کلمه ها رو اینجوری حفظ میکنم. مثلا blackboard هست، اینجوری میگم blackboard. اینجوری حفظ کردم کلمه ها رو. دسک نیست، دیسک میخونم برای خودم و اینجوری حفظ کردم. و خیلی از کلمات انگلیسی هستن که باید اونجوری حفظ کنی. مثلا چهارشنبه Wednesday، اما من حفظ کردم Wednesday. اسکولم اسکول. اینجوری حفظ کردم. شما چطور؟ شما اینجوری حفظ میکنین؟ من شنیدم که همه اینجوری حفظ میکنن، ولی دیگه خب یا مثلا پین. دوستان عزیز، همونطور که میبینید به خطم اصلا توجه نکنید و به نوشتم توجه نکنید، فقط به تعداد صفحه هایی که نوشتم توجه کنید. دیگه نوشتم همشون، کلا 4 درس نوشتم. خونه نیست و من حوصله دم کردن چای ندارم. رفتم داخل فلکس واسه خودم چای درست کردم و من قبلا اینقدر تنبل نبودم، ولی نمیدونم چرا ولی تنبل شدم. اوکی. و چقدر اوکی میگم من. اوکی. قد افتاده توی زبونم. حوصله ندارم اتاقم اینا رو مرتب کنم. همینجوری قشنگ پامون رو کنم. امروز مثلا کار مفیدی انجام دادم که از صبح بیدار شدم تا 12 که داشتم علوم میخوندم. از 9:30 تا 12 که داشتم علوم میخوندم. البته 9:30 ببخشید بیدار شدم ساعت 10 شروع کردم علوم. تا از ساعت 10 تا 12 که داشتم علوم میخوندم. بعد الانم که داشتم زبان مینوشتم، میرم یه کوچولو ریاضی هم میخونم و بعد ریاضی چی مونه؟ بعد ریاضی هیچی. امروز فوتبال داریم، شبم که میشینیم فوتبال نگاه میکنیم و همین. فعلا حالا یکم استراحت کنیم. از اونجایی هم که دارم با گوشیم فیلم رکورد میکنم و اصلا نمیشه که اینستا اینو نگاه کرد. همین باید با چایی استراحت خود را بگذرانیم. بکرم کسی ما داخل هست دیگه. وضعیت اینستاگرام بهتون نشون بدم به علاوه اینجا که حالا اینجا یه کوچولو مرتبه، فقط کتاباش سرازیر شدن. اینا هم که ورقه های ریاضی. هر طرف اتاقم دستماله. من وقتی سرما میخورم هر گوشه به گوشه اتاقم پر از دستماله. دیگه الله اکبر. راحت ما کردیم و یه فکر کنم همه‌تون میدونید که من برای ریاضی میرم تقویتی و اینکه بگم من ریاضیم واقعا خوبه، ولی خب نمیدونم چرا میرم. گفتم که از ریاضی خیلی خوشم میاد و اینکه اینم که یکی دیگه این که مثلا ریاضی تقویتی خیلی از اونایی هستن که ریاضیشون خوبه ولی باز میان و به خاطر همون تقسیم تایم کردن. اونایی که مثلا ریاضیشون خوبه یه تایم، اونایی که ریاضیشون مثلا حالا متوسط اینه یه تایم. که من جزو اونایی هم که ریاضیشون خوبه و سوالای حالا مثلا پیشرفته اینا حل میکنیم. خیلی هم پیشرفته در حد تیسو شد نه ها، مثلا حالا یه کوچولویی خیلی سخت، خیلی کم سخت. ببخشید یه فایل فرستاده بود معلم که 90 تا تقریبا سوال بود که 20 تاشو برای هفته قبل و 20 تاشو الان 20 تا دیگه تا 40 دیگه قرار یه دونم حل کنیم و متاسفانه
متاسفانه این شنبه که قرار بریم آخرین جلسه طبیعتی خیلی ناراحتم. من خیلی دوست داشتم اما اینم اینجاست. لالایی و دوباره چای تصویرم میگره، دوباره چایی. حتی هنگام حل کردن ریاضی هم چایی. ایرانی باشی و چای دوست نداشته باشی. چایمون تموم شد دیگه، باید با همین مقدار چای بقا کنیم. هستش جانبی برای بی با 10,000 درده باید چارش میکردم. من ریاضی نوشتم و همینجوری که میبینید پرت کردم زمین. و این که آقا من گوشم دوباره شروع کرده به درد کردن و داروهایی که دکتر داده بود هم استفاده کردم، حتی قطره هم انداختم ولی باز گوشم داره بدتر و بدتر. بچه ها چی کار کنم الان توی خونم تنها مثلا گوشم خیلی بد داره درد میکنه. وای اصلا صبح درد نمیکرد. آقا یکی از اقوام ما توی شهرستان زندگی میکرد که فوت کرده و یه مامان و بابا مجبور شدن که برن. اون شهرستانم خیلی دوره و شب میان. گوش منم که دوباره شروع کرد به درد کردن. دکتر من توی ولاگ قبلی گفتم که یه قطره داد و نمیدونم دارو نوشته اینا. قطره هر 8 ساعت یک بار، اونم یک قطره و دیگه باید هر 8 ساعت یک بار بندازم دیگه برای اینکه حالا شدت دردش بروز نکنه. من انداختم، میخواستم خودم، معمولا قطره هامو خودم نمیتونم بندازم اینجوری، یا مامانم میندازه یا بابام میندازه قطره ها رو به گوشم. و امروز هم که توی خونه تنها بودم و مثلا هیچ کس نبود که قطره رو بندازه داخل گوشم، گفتم که خودم میندازم. یعنی 8 ساعت موقعش رسیده بود دیگه، خواستم بندازم. اولش اینجوری دراز کشیدم که قطره رو بندازم داخل گوشم ولی نرفت داخل گوشم. اومدم جلو آینه اینجوری کردم انداختم، اس کردم نرفت. دوباره قطره رو چیز کردم انداختم، دوباره نرفت و دیگه سومین بار این قطره رفت داخل گوشم. وقتی که اینجوری کردم رفت داخل گوشم و از اونجا به بعد درد گوشم شروع شد. خوام برم، دکتر یه قرص داده بود، قرص درد گوش که اونم زمانش رسیده، فکر کنم گذشتم از زمانش. هم بندازم ببینم بلکه درست شد. بریم که داروهامون رو بخوریم. یه دونه قرص باید بندازم. شونم نیست اینجا. گوشم خیلی درد میکنه. فکر کنم حتی از زمانش هم گذشته، نمیدونم. من برمیگردم اتاقم کوچولو دراز بکشم بلکه گوشم درست شد. بچه گوشم درست نمیشه. وای بچه گوشم خیلی درد میکنه. من دیگه برم بخوابم. مرسی که تا آخر این ولاگ همراه هم بودید. امیدوارم که از این ولاگم خوشتون اومده باشه. تا ولاگای بعدی فعلا خدافظ.